شما اگر جرأت داشتی کار رسانه‌ای که ما داریم خارج از کشور انجام میدیم و شما انجام بدید. شما توی ایران نشستی داری سخنرانی تو می‌کنی، پلتت کنار دستت، 6 7 تا بادیگارد این ور اون ورت، رفتی پشت پرده با 10 تا نهاد امنیتی تو ایران بستی، یکی با سپاه بسته، یکی با اطلاعات بسته، یکی با دو تاشون با هم بسته، یکی با ضد اطلاعات بسته، میکروفونم میگیره دستش. امثال اینام زیاد. مثال براتون حسن عباسی و رائفی پور، زیبا کلام، امثال اینا زیادن توی ایران. زیبا کلام من نمیدونم سوپاپ کجاست، من و تو مصاحبه میکنه، بعد میاد تو شبکه 3، بعد میره تو شبکه قرآن، کم مونده بره تو این شبکه‌های پورنستار هم مصاحبه بکنه. هیچ کس هم نمیاد بپرسه از این آدم که آقا تو رابطه و کانکشنت با کی بوده. پس راحت اینا شامل شدن سوپاپ، میرن میبندن با فلان سازمان و فلان ارگان تو ایران سخنرانی میکنن. من اگه جرأت دارن همیشه میگن برعکس، ما بیاد توی ایران همچین حرفایی بزنیم. من میگم اتفاقا تو ایران راحت‌تره. این آدم‌ها اگه جرأت دارن این شفاف‌سازی‌ها رو بیان خارج از کشور انجام بدن. بیان خارج از کشور بگن آقا فلانی دزده با سند و مدرک. چرا نمیان بگن؟ یکیشون بیشتر از کربلا اونورتر نمیره. و همه ماشاءالله اونجا جای مو کفی رو گردن اینا.